شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. خفقان دوران خلافت ابوبکر رضی الله عنه بنا به ادعای روافض. علمای شیعه بر این عقیده هستند که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلافت الهی امام علی رضی الله عنه توسط کودتای سقیفه بنی ساعده غصب شده است و کسانی که حق علی را غصب کرده اند پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خفقان شدیدی ایجاد نموده و بدین سبب هیچ کس جرأت مخالفت با ایشان را نداشته است و حتی به خانه فاطمه رضی الله عنها هجوم برده و مرتکب کارهای دیگری از این قبیل شدند. محمد و بصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزید. پس بگویید این چه خفقانی بوده که فاطمه رضی الله عنها پس از غصب خلافت امام علی رضی الله عنه بنا به عقیده شیعه در مسجد علیه ابوبکر رضی الله عنه خطبه ایراد کردند. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. لا ليس نرضى أن ينالوا من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد. لا ليس نرضى أن ينالوا من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد. والنور بأننا لن نواجههم بعزم من حديد.